اسم داره. اصلا این کلمه اوتیسم ما قبول نمی‌کردیم با خودمون. خب حافظ کل قرآنه. چطور؟ حافظ کل قرآن. چطور؟ یه ذره بذار بفهمیم یکم. چطور؟ به هیچ چیز دیگه ای واکنش نشون نمیده. اصلا فقط من صداش کنم الان اشکال نداره تست کنیم. صداش کن. نه آقا امیرعلی جان، امیرعلی آقایون حسن این صدا کن. امیرعلی میشنوه ها ولی واکنش نداره. من اوتیسم به این میگن دیگه. تو اوتیسم امیرعلی الان با گوشی داره چی کار میکنه؟ دعا داره گوش میکنه. دعای جوشن کبیر. خب شما میگی که سواد نداره، چجوری گوشی رو باز میکنه؟ رمز گوشی رو چجوری باز ما باید رمز براش باز کنیم. یعنی اگر الان گوشی رو قفل کنی خودش نمیتونه باز کنه؟ نه بیده من براش باز میکنم. میده مامانش باز میکنه. میده خواهر کوچیکش براش باز میکنه. هیچی هم نمیگه، فقط گوشی رو میده. آره. خب ما 2-3 مدل اعجاز این شکلی در محفل داشتیم، ولی امیرعلی واقعا استثناست. یعنی از همه اونها هم متفاوت تره. ادعایی که دارین میکنین رو میخوایم اینجا ثابت کنیم. بله. چجوری ما باید امتحان کنیم حافظ بودن امیرعلی رو؟ قرآن پخش کنیم. امیرعلی چی کار میکنه؟ قرآن زحمتشو بکشین بیارید اینجا. خب و خطشو براتون پیدا کنه. یعنی جایی که قرآن رو ما داریم پخش میکنیم و میشنوه باز میکنه. اصلا قسم شما رو امتحان کنیم. توکل به خدا ان شاء الله. سفر میاره. سواد نداره، تکلم نداره. یعنی ما اگه یه کتاب دیگه ای رو باز بکنیم بگم اینجا رو بخون نمیتونه. نه فقط قرآن. تکلم نداره دیگه. نمیتونه بخونه. فقط قرآن. خب من برای این که این راستی آزمایی دقیق باشه حسن جان، حامد جان رو دعوت میکنم بیان بالا. بفرمایید. دوربین ما هم بیاد بالا. بفرمایید. رفقای ما بیان برای تصویر گرفتن. بفرمایید. تصویر رو برای اینکه همه ببینن ما روی این وال روبروتون آفرین نمایش میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه. درسته. تشویق کنید. حالا تشویق کنید. حامد حامد آقای موسیزاده قرآن دستتون باشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية. الله حیرت انگیزه. الله اکبر. حیرت انگیزه. حیرت انگیزه. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر ولله الحمد. بریم بس رو پخش کنیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. آقا حرف بزنید. چی بگیم؟ دارین میبینین دیگه، نه سواد داره نه تکلم داره، فقط میشنوه و نشون میده. همین دقیق دست. آخه چجوری چیزی به گوشش میرسه؟ چیز چیه؟ بفرسته. امیرعلی چی میشه؟ چیزی تو گوشش کسی میخونه؟ نه آقا هیچ. نه شما خب
باید جایی تست برد این شاید سریع هم پیدا میکنه. بله. پیدا خودت. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. اکبر، الله اکبر. امیرعلی سواد نداره، امیرعلی اوتیسم داره، تکلم نداره، معلوله و فقط با شنیدن صدای قرآن رو باز میکنه و اون نقطه رو نشون میده. پروردگار تو درباره بنده اش زکریاست. آنگاه که زکریا پروردگارش را آهسته ندا کرد گفت پروردگارا من استخوانم سست گردیده آورد آیاتو. سبحان الله، الله اکبر، الله اکبر، سبحان الله، الله اکبر، الله. به نام خداوند رحمتگر نیکوان. چون یاری خدا و پیروزی فرا رسد و ببینی که مردم دسته دسته در دین خدا درآیند پس به ستایش پروردگارت نیایشگر باش و از او آمرزش خواه که وی همواره توبه پذیر است. الله اکبر، الله 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 الله. تبارک الله احسن الخالقین. سوره نصر بود. بله ماشاءالله. خدا من تلویزیون اگه میدیدم تو برنامه محفل میدیدم باور نمیکردم اگه اینجا تا اینکه خودت اینجایی و داری باور کن منم باور نمی‌کردم. من هنوزم باور نمیکنم. یکی دیگه بریم بچه‌ها، یه ترجمه دیگه بریم. خداوند ترجمه بریم دوستان. به نام خداوند رحمتگر نیکوان. آسمین با خدای نیرومند حکیم به سوی تو خدای نیرومند حکیم به سوی تو الله الله. سوره شورا. الله اکبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. یا الله. هر کس به معجزه باور نداره و ایمان نداره معجزه الان روبروشه، ببینه معجزه رو ببینه. اونایی که میگن از وقتی دوربین اختراع شده دیگه هیچ معجزه‌ای نیست الان با دوربین دارن میبینن. دیگه اینجا کل ملت نشسته دیگه. ماشاءالله امیر. اینا که دیگه هستن باید ببینن دیگه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. آسد جلال بشین، آسد جلال، آسد جلال قرآنتو ببند جلوی دوربین ما، جلوی دوربین ما قرآنتو ببند. بچه ها دوربین ها آسد جلال رو میگیرن. بده یکی از حضار پشت سرت، بده یکی از حضار پشت سر قرآنتو باز کن. نه ببند قرآنو، ببند حاج آقا، باز کنین قرآنو، باز کنین، باز کنین. بخون آسد جلال، بدین با آسد جلال بخون. اول سفر رو بخون. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. الله اکبر. صفحه 141 دوربین ببین حامد الان حافظ کل دیگه. اگه آره بخوام تا بخواد پیدا کنه حامد که میبینه 20 ثانیه زمان میبره، اون 2 ثانیه پیدا میکنه. الله اکبر. دخترم بگیر قرآنو، یه جا رو باز کن. بگیر بالا. نه ببند قرآنو، ببند، بگیر بالا، بلند شو بیست، بلند شو بیست. قرآنو باز کن، بخون آسد جلال اونجایی که باز کرد. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا
صفحه 431 432. الله 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 الله. دوربین نگاه کن. نه تنها دوربین، ایران نگاه کن. نه تنها ایران، تمام دنیا ایران کن. نگاه کن. نه تنها کل دنیا، فرشته ها، ملائک، شما نگاه کنید. فتبارک الله احسن الخالقین. میشه منم یه امتحان بکنم؟ بله بله بفرمایید. شما باز میکنید. بیستین خانم بیستین. قرآن رو بالا بگیرین که دوربین ما ببینه. الله. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. تمام. الله 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 اکبر. الله صفحه رو صفحه 323. صفحه 323 ببینیم. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. حاج احمد بیا این طرف. اینجوری باز کنید. بده من باز میکنم میدم شما. بدم این تست طرف. بیشتر از این مثلا میگم اینجوری. اشکال نداره. همونجا باشه. دخترم شما این قرآن رو بالا بگیر، رو به دوربین باز کن. اگه چیز باشه تو گوش بده باشه کسی بهت بگه نمی‌تونی. حاج احمد بخون. نمیتونه اصلا با این سرعت. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. الله 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 الله. صفحه رو بگو حاج احمد، صفحه رو بگو. 454. این صفحه 453 454 صفحه‌ایه که امیرعلی باز کرد. الله. شما هم بلند ها کن. دیگه تست بیشتر از نه این. به نظرم دیگه من نفسم بند میاد. یک کلمه هم نمیتونه بگه، هیچی نمیگه. هیچ. نه حرف میزنه نه هیچی نه کارهای شخصیشو میگن اصلا نمیتونه انجام بده. می‌خواستم بپرسم کار شخصیشو چه جوری انجام میدین؟ آقا بردن همون که قبلا کوچیک بود مادرش میبرد، الانم که دیگه ما اولش رو من انجام میدم، برم همون میارم. دستشویی دستشویی هم بره. بخواد بره من باید برم بیارم، مامانش باید بره خب بیاره. نشانه دستشویی رفتن چیزی حرف فقط دستش جلو اشاره میکنه میگه من میخوام برم دستشویی. آره همین. خوابش میاد یا گرسنه نشه چی؟ گرسنه نشه خودش در یخچال باز میکنه، باز میذاره که ما بفهمیم گرسنه. زیر سفری رو بغل میکنه برام داره میاره این برام خسته از خوابش میاد دیگه اونجا دراز میشه خودش استراحت میکنه فقط. آره کسی با اشاره. الله 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 الله.